پشتی کو جیمس جیوری شانده امریکای تایبت جبو سوریه را گهاند. کو پیوسته کرد بجداری د پروسه سیاسی سوریه ده بکن. و شروعکاران گوت کو هلویستا امریکا لهمبر کردان هاتیه گوهرتن و امریکا و د استراتیجیا خویانو ده و پشته به کردان گریب ده. چندین نرین و شروع جوی هلویستا امریکیانو لهمبر کردان هاته هوله. ده لیدوانکا طایبه دج بو آرکی عبدالباسط حمو جگره سروکی هفیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیونا سوریه را گهاند. کو هلویستانوی امریکا لهمبر دوزا کردی لروجاوای کردستانی جهه گشبینیه و ده دمانها ده ولاتین یکیتیا اوروپای جی پشتوانیا دوزا گلی کرد لروجاوای کردستانی دکن. او جیج برکو برجواندین وان به پشتوانیا کردان بهستر دبن. هروهاج آلیوخه و فیصل یوسف اندامه دستیا سروکاتیا انجمنان اجتماعی یا کرد لسوریه جار کرا گوت کو استراتیجیا نوی امریکا لسوریه استراتیجیه کا پیشکتیه و امریکا تخوازه لگوری بریار ناو دولتی و دستور و هلبجارتنان کریزا سوریه و دناو ده کریزا روجاوای کردستانی چاره سر بکه. و دلیدوانکا تایبت دج بو ارکه ریزان شیخ موس سروکه دستیا سرکردایتیا شپیلا پیشا روژا کرد لسوریه را گهاند. کو بهلویستانوی امریکا لهمبر دوزا گلی کرد لروجاوای کردستانی کرد و لسر آسه ناو دولتی ببا خودان رولکا مزن و بباندور. و پیوسته لشکری روژ وگرنه روجاوای کردستانی داکو مافی گلی کرد مسوکر ببن و اندامه هفیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیونا سوریه شلالگدو جی جبو آرکی گوت کو هلویستانوی امریکا لهمبر دوزا کردی گلکی باشه. و اگر امریکا دوی هلوسته ده جدی به انجام نوی هلوسته و بکوه خزمتا دوزا گلی کرده.